سلام دوست عزیز، امیدوارم جور سربند سرحال باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. دوستای عزیز، سال نوتان مبارک. من امروز گرچه روز دوم یا سیوم هسته که من اولم به شما سلامت بگویم، به خاطر که روز اول و دوم در اشترال دیگه بودیم، در یک شهر دیگه بودیم، نمیتونستیم چون میمان بودیم و خانه دوستا بودیم، از فرصت استفاده کردیم که هم کورس ها هم مکتب هم چیز اکثر بود. ما همی فرصت رفتیم به تفریح تا باز سال یک شروع میشه، مکتب از درس از کاریگاه سیسته از همش فارغ بودیم. به این خاطر نتونستیم روز اول دوم امروز باتون تبریک بکنم، شما جور سرفند باشین و سال پر از محبت، پر از عشق و به دور از مشکلات روزگار باشین. خداحافظ.